محمد فرزین ابراهیمی متولد 1369 در سیرجان. تو دانشگاه موسیقی و معماری خونده. سابقه همکاری با چند گروه خارجی و هنرمندانی از کشورهای انگلیس و استرالیا رو داشته. برای چند برنامه خارجی هم موسیقی ساخته. چند دوره مهندسی صدا هم پیش اساتیدی مثل مرحوم آیدین الفت و آرش پاکزاد گذرونده. سلام فرزین جان. خیلی مخلصیم. قربونت برم. خیلی چاکرم. آقا ما یه آهنگی این روزا ترند شده به نام عزیزم. احتمالاً شنیدی. بله. آهنگسازش هم گویا ایرانیه، آقای ایلیا سلمانزاده. یه مقدار در موردش بهمون میگی؟ یعنی فکر کنم ایرانی‌ها تازگی‌ها این آهنگساز رو شناختن. آره من خب از خیلی قبل‌تر میشناسمش، به خاطر این کارم موزیک بود و خب یه چیز طبیعیه دیگه. هر کسی مثلا افرادی که حالا اسمی ان و کار درستن تو حوزه خودشون میشناسن. سال 2014 یه گرمی داشتم نگاه میکردم که در کمال تعجب دیدم یه آقا 2-3 تا جایزه برد و نامزد یکی دو تا هم آهنگسازی آلبوم، مثلا سینگل ترک. بعد حالا خارج از اون تأثیر جالبی که داشتش، مثلا فلان آهنگو خاطرم نیستش دقیقاً، یا خانم جنیفر لوپز بود یا آریانا گرانت، دقیقاً خاطرم نیست چون برای اینا هر کدوم آهنگسازی کرده. مثلا یه خواننده هم که جایزه میگرفت آهنگسازشون دوباره این بود، یعنی سر و ته اون جایزه یا اون شب گرمی همش رفتی به این آقا داشت و این خیلی واسم جالب بود و رفتم سرچش کردم، دیدم که اسمش ایرانیه. اول دیدم ایلیای، گفتم حالا شاید مثلا، بعد دیدم آره نه، یه ایرانیه که سوئد زندگی میکنه اشتباه نکرده باشم و واسه خیلی نیکی میناژ، آریانا گرانت، جنیفر لوپز و خیلی دیگه کار کرده و یه جوری میشه که اینا مدیونشن. دقیقاً به اسم ملودی ساز هیت میشناسنش توی خارج از ایران. ایول. ببین حالا کلمه عزیزم و اومده در واقع تو این آهنگ استفاده کرده. آره. ما این کلمه عزیزم رو میتونیم به عنوان ترجیح بند به حسابش بیاریم؟ خود کلمه نه. من اول چیزی بگم، این داستان جالب عزیزم رو که من خود یعنی چیزی دیگه فکر کنم اکثر مخاطبایی که دارن حالا همین ویدیو رو میبینن فکر کنم این ویدیوهای آقای اچیرین هم دیدن دیگه. حالا جوری که من یه جای دیگه هم خوندم، مثل که همسرش خیلی علاقه داشت به موزیکای ایرانی و گوش میداد دائما. بعد آهنگسازم فکر نکنم. چیزی که از توضیحاتی من حالا خوندم واسم، چون من اچیرین خیلی دوستش دارم. اچیرین خب یه در واقع میشه گفت یه مولتیپلای، اجرای مولتیپلای میزنم، دیدید یا نه این اجراهاشو که با یک گیتار در لحظه حالا ضبط میکنه و اینا. آره تو همینه مثلا معروف شد توی مترو. من خیلی دوستش دارم، پیگیریش میکنم. ولی خب اینو من شنیدم که خانومش مثلا موزیکای ایرانی گوش میده و اینم به خاطر مثلا یه حالی به اون بده که آقا من به توجه کنه به سلیقه‌اش و این ماجرا این بودش. و از سمت این من میگم جایی حالا خوندم، چقدر راست دروغش نمیدونم، ولی خب این مشخصه خب آهنگساز ایرانیه و همونجوری هم که تو ویدیوش خودش میگه دوست داره که یه کلمه ایرانی رو اول اون کار بذاره. اون قسمت ترجیح بنده کلا به تنه اصلی که تکرار میشه و در واقع میشه گفت یک جنبندی از مضمون کل کار داره. ولی اگه بخوام یه توضیح خیلی بهتری بدم، یه قسمتی داره حالا اگه خاطرم نرفته باشه میگه tomorrow can wait، هم چیزی قبل از اونه، یه جمله‌ای داره از اینجا بخوایم شروع کنیم، دارم آدرس میدم، این میشه پری کورس. خب یعنی اسمای دیگهش مثلا کورس هستش، هوک هم هستش، چیزی که قلاب میکنه و معمولا هم دقت بکنی این قسمت‌ها تکرار میشن. یعنی ما تنه‌ای داریم اینترو شروع موزیکه، بعد حالا تنه اولی که ورسیه که بعد میرسه به کورس. معمولا کورس میتونه اول موزیک هم قرار بگیره، کورس میتونه پری کورس داشته باشه یا هم ترجیح بنده. حالا فارسیش نمیدونم پری کورس بخوایم، پری به معنی چیزی که قبل‌تر قرار میگیره. ما یه پری داریم یه پست داریم و بعد از اینکه کورس تموم میشه دقت کنید چند بار میگه عزیزم، یعنی عزیزمو توی ملودیش تکرار، به اون میگن پست کورس. خب بعد یه ملودی میاد که میشه بریج و دوباره وارد تنه میشه و دوباره این ترجیح بند که با همون متن ثابت هم باید باشه، یا معمولا ملودی یا مثلا متن ثابت هم هست. یا در واقع میتونیم بگیم نقش ترجیح بند تو موسیقی اینه که قلاب میندازه مخاطبو نگه داره، یه همچین حالتی. تو خیلی موزیکای ترند شما میشنوید، یا مثلا یه مثال میزنم، حالا این برمیره به زمان بچگی ما دیگه، We Are The World مایکل جکسون، یه موزیک فوق العاده معروفه. خب این We Are The World این قسمت یه ترجیح بنده، دقت بکنین 2 بار یا 3 بار تکرار میشه
بعضی از موزیکا اصلا احتمال داره با این ترجیح بنده. در کل نمیشه چارچوب اختصاصی بهش داد بگیم حتما باید ترجیح بند اینجوری باشه. ولی متاسفانه تو موزیک امروز من یکم مسئله که مشکل دارم اینه که چارچوبا تکراری شده. در واقع این دست سازنده اثره. دقیقاً. ببین نمونه های موفقش رو بخوایم بگیم، حالا تو موسیقی خارجی مثال زدی، تو موسیقی ایرانی مثلا به چی میتونیم اشاره کنیم؟ اتفاقا وقتی داشتم موضوع رو فکر میکردم یاد موزیک مثلا، حالا شاید خندتون بگیرم، من خودم زیاد ایرانی گوش بکن نیستم، نه اینکه حالا مثلا خب خیلی خفنم، نه من چون علاقه خب به اون سبک موزیک داشتم و این موزیک 6 8 بود که خیلی گوشش میدادم، موزیک آقای بهنامبانی. یه توی قرص قمرم زده امشب بسرم، این ورسشه، ولی یه قسمتی که داره یهو موزیک وارده، یعنی با یک ملودی خیلی انرژیک شروع میشه و اینا، یهو موزیک میفته روی ریتمی و موزیک همش پرحجم میشه، این سازا همه لاینا بیشتر میشه و اینا، مثلا میگه دل دل درای دای، این ملودی ترجیبنده اون کاره، یعنی دل در واقع اونجا ترجیبنده محسوب. و نکته جالبش هم چرا این اومد تو ذهنم، چون اون قسمت اولش که میگه توی قرص قمرم، این بیشتر تو ذهن آدما مونده. من اینو میخواستم فقط مثالش رو بزنم که حتما ترجیح بندم باعث نمیشه که اون موزیک بخواد کامل تو ذهن مخاطب بشه. فکر میکنم محسن یگانه هم خیلی تو این قضیه موفق بوده. آره معمولا حالا تا جایی که مثلا من متوجه شدم موزیک های ترند موزیکایی بودن که مثلا تو سبکایی که خیلی اکتیون، معمولا موزیکایی بودن که کورس ها یا همون هوک یا همون ترجیح بند های گیراتری داشتن، یعنی معمولا بردشون روی این موضوع بوده. چند تا عامل داره دیگه این موزیک بگیره دیگه، یا ملودیه خیلی خوب باشه، یا این متن خیلی خوب باشه، یا احتمال داره آقا اینا خوب باشن یا خوب نباشن، ولی ترجیح بنده ملودیش باید جوری باشه که حداقل اگه شعر یادت نیومد ملودیش رو ذهنت بشه. یعنی کسی که موزیک هم بلد نیستش بتونه زمزمش کنه حتی به اشتباه، یعنی نوته درست نباشه ولی ریتمی درست باشه، مثلا میفته تو مغز. آره آفرین، آره دقیقاً. مثلا یه موزیکی دیگه هستش مال آقای ابی، مثلا میگه شبی با خیالت همخونه شد دل، اون قسمتی که اوجه میاد میگه نمرد قلندر نه آتش پرستم، اون ترجیح بند کاره. خب یه اوجیه، ببین یه ترجیح بندم اونجوریه، یه ترجیح بندم هستش احتمال داره که تو موزیک آهنگساز بخواد اصلا کل موزیک اکتیو باشه، ترجیح بندی رو دراپ بشه اصلا بیفته، و یکی هم همون ساختار شکنی شاید بتونه باعث گرفتن ما موزیکا هم داریم که ترجیح بند نداره ها، یعنی صرفا این موضوع نیستش که ترجیح بند باید حتما باشه، حتما وجود نداره. ببین ترجیح بنده رو در واقع ما تو سبک خاصی از موسیقی داریم یا نه تو هر سبکی میتونیم استفاده کنیم؟ تو هر سبکی دقیقاً تو هر سبکی میتونیم استفاده. تو موزیکای بی کلام هم ما داریم واقعا. بله، شما مثلا یک ملودی خیلی معروف مطرح رو بهتون میگم، نمیتونم الان این موزیک رو به صورت تخصصی بگم ترجیح بند داره، ولی میخوام یه مثال براتون بزنم که مفهومش قشنگ بیاد دستتون. موزیک سریال گیم آف ترونز. آره اوکی، یه ملودی معروفی داره دیگه، لای لای. خب این موزیک اولش این اینترو داره، شروع میشه و اینا، این موزیک اوج میگیره تا این به ساختار نهاییش میرسه و با هارمونیاش پلی میشه و شما میبینید جای دیگه هم استفاده میشه. حالا اینکه این ملودی داره به شکل‌های مختلف در ترک‌های دیگه موزیک انجام میشه، اون دوباره یک بحث کاملا جداگانه داره، رفتی ترجیح بند نداره. ولی تو موزیکای بی کلام ما داریم دیگه این قضیه. حتی تو موزیکای کوچه بازاری یه آهنگی بود صادق بوقی خونده بود چند وقت پیش، ترندم شد. او آره دقیقا همون ترجیح بنده است. ببین حالا یه مثلا اینو میشه گفت ترجیح بنده، خب ولی چون موزیک کامل یعنی من نشیدم، ولی اون ورژنی رو که با دو تا پسره خونده من نمیشناسم، یه بار دیدم رفت کلیپ هم برای ساختن و اینا، اگه دقت کرده باشی این قسمت رو کردن به قولی که دوستامون میگفت این آوار کردن تومون و عصفون، همینا هی دارن میخونن. آره این قسمت رو بولدش کردن، این قسمت برای ترجیح بند استفاده کردن، ولی اون ورژنی که توی مثلا حالا بازار وایساده و میخونه و اینا اون نمیشه گفت، چون یک بار بیشتر تکرار نمیشه و یه روندی پیش میره. ببین یه سوالی که ازت دارم اینه که این کلمه عزیزم خیلی خوب نشسته تو این آهنگ عزیزم و اینکه شما مثلا از یه ادبیات دیگه استفاده کنی، یعنی از یه زبان دیگه استفاده کنی در کنار یه زبان دیگه برای آهنگ، این مثلا این چالشاش چی میتونه باشه؟
یعنی تو کلمه فارسی رو داری توی آهنگ انگلیسی استفاده میکنی. به چالشش از چه لحاظ بخوایم ببینیم؟ همین که فهم مخاطب که نمیدونه کلمه عزیزم چیه، همین که حالا شاید مثلا نظر آوایی شاید. ببین این قضیه مخصوصا تو موسیقی، من نمیخوام بگم خیلی پیرمو ولی تو موزیکای امروزی که دیگه اصلا به شدت، مخصوصا تو موزیکایی که با تینیجرها خب خیلی سر و کار داریم. الان دیدی من این کلمه انگلیسی گفتم تینیجر، خب همون نوجوانامون میشن دیگه. این موزیک هم همینه، چون خواننده داره حرف میزنه مخاطبش دیگه. خب الان ما خیلی داریم که از اصطلاحات انگلیسی مثلا امروز هم خیلی مرسوم شده، البته با غنی بودن زبون ما و گویش ما، من نمیدونم حالا چرا اصراری هست بعضی کلمات نمیشه، ولی این اتفاق میفته. بسیار دمت گرم فرزی، خیلی مخلصم، خیلی ممنونم که قابل می‌شید. نه خواهش میکنم، باعث افتخارم. قربونت.